خیلی دوست دارن که مدرک DBA تو جیبشون باشه، 2 زبانه معتبر مثل دانشگاه تهران در اختیارشون باشه. خیلی دوست دارن که به صورت عمیق، ریشه‌ای و پایه‌ای دانش تجارت بین‌الملل رو یاد بگیرن و فراتر از اون چیزی که تو ایران تدریس میشه تحت عنوان دوره صادرات که هر وقت شرکت کنید بهتون میگن که اینکوترم اینه، لوجستیک کالا از ایران اینجوریه، ارز نیمایی یعنی این، حمل و نقل این شکلیه و بحثایی که خیلی مقدمات صادراته. یکم فراتر، یکم بیاید بالاتر، حقوق بین‌الملل چی میگه، تجارت بین‌الملل چی میگه، بازاریابی جهانی چطور انجام میشه، استراتژی در دنیا چطور تعیین کننده هست، لوجستیک بین‌الملل چطور اتفاق میفته و مباحث پایه‌ای علمی که شما لازم دارید برای اینکه بتونید تجارت بین‌الملل رو انجام بدید. خیلی دوست دارن که این مطالب رو عمیق یاد بگیرن، در این که با شبکه‌ای از اساتید حرفه‌ای، با شبکه‌ای از بازرگانان و تولید کننده‌ها از نزدیک آشنا بشن، تعاملشون رو حفظ کنن و در تجارت بین‌الملل در آینده ازش استفاده کنن و بهره ببرن. برای این موضوع دوره DBA تجارت بین‌المللی دانشگاه تهران رو راه‌اندازی کردیم. 1 سال 340 ساعت، 17 تا درس، 1 دوره تو عمان، 1 دوره در قبرس شمالی، دروسش ارائه میشه. منظورم از دوره 1 درسه که به صورت محور خدمت یا محور تولید در این دو کشور تجربه میشه، ارائه میشه و تمرین میکنیم. این دوره رو با ما همراه باشید. از 25 بهمن 1403 انشالله خدمتتون خواهیم بود. بنیاد دکتر فدایی منش